این الله است که روزی هر کس را صلاح بداند وسعت میبخشد و هر کس را صلاح بداند بر او تنگ میگیرد. مردم به زندگی دنیوی شادمانند، حالان که زندگی دنیا در برابر زندگی جاودان چیزی جز یک بهره اندک نیست. و کسانی که کافرند و حقایق را انکار میکنند میگویند چرا از جانب پروردگارش معجزه‌ای بر او نازل نمی شود؟ بگو خداوند هر که را صلاح بداند در گمراهی میگذارد و کسانی را که روی سوی او میآورند هدایت میکنند. آنها که به حقایق ایمان آورده‌اند قلب‌هایشان با یاد خدا آرام میگیرد. بدانید که قلب‌ها فقط با یاد خدا آرام میگیرد. کسانی که به حقایق ایمان دارند و عملکردشان سراسر خوبی و خدمت است، خوشا به حالشان و گوارا باد سرنوشت نیکشان.